خوش اومدین به این ویدیو. امروز قرار آموزش بی‌نهایت شدن از تراریا رو بزنیم. اول میذارید رو مولتی پلیر، بعد یه کاراکتر میسازید. الان اسمشو من میزنم ایمان. یادتون باشه این قسمت این کلاسیکه، بعد بزنینش روی صورتیه یعنی جورنی. وقتی میسازیدش میرین ورش میدارین میرین تو قسمت سرور، اینجا اد میزنین eternia.uk، بعدش دان. حالا باید صبر کنیم، یکم باید صبر کنیم تا قشنگ سرور رو پیدا کنه و درست شد. میرین تو قسمت چت مینویسین /creative unlock و صبر میکنین. وقتی این پیام سبز اومد میان سیو اند اگزیت رو میزنین. الان دیگه کاراکترتون بی‌نهایته. برین